بسم الله الرحمن الرحیم. بعد حمد بر خداوند و صلوات بر رسول علیه السلام. السلام علیکم دوستان عزیز. حدیث من امروز باب در بیان درست بودن روزه شخصی که بر وی صبح طلوع میکند، یعنی صبح میدمد در حالی که اون شخص جنوب است. عن عائشه و ام سلمة زوجی النبی صلی الله علیه وسلم انهما قالتا. این حدیث را عایشه و ام سلمه الله تعالی از ایشان راضی باد، دو زنهای از زنهای پیامبر علیه السلام روایت کردگی هستند. این کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لیصبح جنبا من جماع غیر احتلام فی رمضان ثم یصوم. این زنهای رسول اکرم علیه السلام در این حدیث روایت کردند که رسول الله علیه السلام صبح میکردند، یعنی در حالی که جنوب بودن صبح میدمید، طلوع میکرد غیر احتلام، از جماع نه از احتلام، یعنی در حالی که با زنهاشون همخوابگی میکردند، بعد از اون خسته سحری خوری میکردند در حالی که جنوب بودند، از غیر احتلام که احتلام نبودند. در ماه رمضان بعد از آن روزه می داشتند. حدیث دیوم. عن عائشه رضی الله عنها ان رجلا جاء الى النبي صلی الله علیه و سلم یستفتیه. این حدیث هم عایشه الله تعالی از ایشان راضی باد، مادر مؤمنان، روایت میکنند که یک مرد نزد رسول اکرم علیه السلام آمد و فتوا میپرسید. از رسول اکرم علیه السلام سوال میکرد. و هی تسمع من وراء الباب فقال. در این حالت عایشه رضی الله عنها در پشت در گوش میکردند. فقال یا رسول الله تدركني الصلاة و انا جنوب. این مرد از رسول اکرم علیه السلام سوال کردند که مرا وقتی نماز رسید، نماز بامداد، در حالی که من جنوب هستم، افاصوم، آیا من در همین حالت روزه بگیرم در حالت جنوب؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم و انا تدركني الصلاة و انا جنوب فاصوم. رسول اکرم علیه السلام جوابش نگفتند که بله تو اگر جنوب باشی میتونی که روزه بگیری، نگفتند، گفتند که و مرا وقتی نماز میرسد در حالی که من جنوب هستم پس روزه میگیرم. فقال لست مثلنا یا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. پس این مرد در جواب رسول اکرم علیه السلام گفت که یا رسول الله تو مثل ما نیستی، به تحقیق الله گناه های گذشتگی تو را، یعنی اگر هر کمبودی یا که هر چیزی که از تو سر میزند که اون گویم که از رسول اکرم علیه السلام یا که دیگر از انبیا علیهم السلام گناه کلان البته سر نمیزند. الله جل جلاله پیامبراش از گناه کردن، از گناه های کبیره کردن معصوم داشتگی است، نگاه داشتگی است، حفظ کردگی است. این مرد گفت که یعنی اگر رفت و چیزی از شما سر بزند، واقع شود، الله به تحقیق گناه های گذشته شما را و گناه های آینده شما را بخشیدگی است، تو مثل ما نیستی. فقال والله اینی لارجو ان اکون اخشاکم لله و اعلمکم بما اتقی. پس رسول الله علیه السلام در جواب این مرد گفتند قسم به الله، من از الله امید دارم که ترسنده ترین شما از الله باشم و داننده ترین به اون چیزی که پرهیز میکنم. یعنی گفتن که رسول اکرم علیه السلام که من وقتی که یک کار انجام میتیم، من نسبت حکم های شریعت نسبت به شما داننده ترین شخص هستم، یعنی نسبت شما شریعت خوبتر و بهتر میدانم و نسبت شما دیده از الله من زیادتر میترسم، یعنی ترسنده ترین شما از الله هستم و پرهیزگارترین شما هستم در امور شریعت، در حکم های الله. از این دو حدیث فهمیده می شود که انسانی که جنوب است
با همسرش همخوابه شدگی هست. وقتی که خست که وقتی خوراک سحری خوری یا که اوسری خوری میگیم وقت کم موندگی است، میتواند که دست روش ششته بشیند خوراک سحری را اوسری خوری را بخورد، روزش بگیرد، بعد از اون غسل کرده نماز بخواند. دویمش این است که رسول الله علیه السلام بر ما امتاش میفهماند که اون رسول اکرم علیه السلام در این حالت احتلامی نبودن و جنوب بودن. همینا برای ما فهموندن. و بین این که آیا رسول الله علیه السلام احتلامی، یعنی شب خواب میبیند انسان و میخزد که انزال منی شده است، آیا از رسول اکرم علیه السلام یا از دیگر پیغمبرها همین کار سر میزد، واقع میشد؟ این مسئله بین علما اختلاف است. بعضی از علماء گفتند که امکان دارد که این کار انجام بیاید در پیغمبرها، اما قول صحیحتر اهل علم میگن که این از پیغمبرها علیهم السلام واقع نمی شود و از پیغمبر ما هم علیه السلام واقع نمی شود و نشده است، زیرا میگن احتلام این از شیطان است. الله پیغمبرها را از این کارها نگه داشته است. بارک الله فیکم.